در آلمان چی فرق دارد و چی مهم است؟ اگر وقت طولانی در آلمان سپری نکرده باشی، به احتمال زیاد چیزها برای جدید به نظر می خورد و به مشکل دیگر از کشورت متفاوت می باشد. ما می خواهیم برای آغاز جدید در آلمان یک نگاهی کلی درباره مهمترین معلومات بدهیم. آلمان عضو اتحادیه اروپا می باشد و زیادترین نفوذ در اروپا را دارد. آلمان متشکل شده از 16 ایالت مختلف. طور مثال هامبورگ، هسن. دولت آلمان مسئول تمام ایالت ها را می باشد، مگر یک ایالت زمامدار ولایت خود می باشد. مهمترین قوانین و حقوق در آلمان یکسان تطبیق می شود، مگر در بین ایالات ها هم فرق می کند. به این خاطر امکان دارد که در ایالت های دیگر تجربه های مختلفی کنی. در آلمان بسیارین قوانین می باشد که باید مراعات شود، مگر تو همچنان بسیار حقوق داری که برایت اهمیت می دهد و از خودت حفاظت می کند. در آلمان حقوق زن و مرد مساوی است و آزادی مذهب هست. این به این معنی است که خانم‌ها و مردها حقوق مساوی دارند و هر انسان حق تطبیق مذهب خود را دارد. در صورتی که خردتر از 18 سال باشی، در آلمان خردسال هستی و از لحاظ قانون هنوز بالغ نیستی. در این مدت اجازه تصمیم گرفتن را به تنهایی نداری و همچنان امضا کردن قرارداد را نداری. اگر خردسال و بدون والدین به آلمان آمده باشی، در این صورت اداره امور جوانان مسئولیت خودت را به دوش میگیرند. در قدم اول اداره امور جوانان مواظبت میکند از جای خواب، غذا و کسی باشد که از تو مراقبت کند. بعد از رسیدنت اداره امور جوانان آزمایش میکند که در کجا زندگی میکنی. شاید در داخل آلمان یک مرتبه دیگر انتقال داده شوی. اگر همراه خواهر و برادرت و دوستانت که در راه فرار با هم یک جا بودید و در آینده هم یک جا می خواهید باشید، باید حتما به اداره امور جوانان بگویید. اگر در خردسالگی بدون والدین و خویشاوندان وارد اینجا شدی، این فرق می کند. تو زندگی می کنی با والدینت یک جایی، در جای بود و باشد یا در آپارتمان و شما یک جا کمک به دست می آورید. مثل بسیاری کشورهای اروپایی، در آلمان نیز با آیغو پرداخته می شود. زندگی کردن در آلمان ارزان نیست و بسیاری اجناس قیمت‌تر از کشورت. وقتی که من حیث پناهنده در آلمان آمدی، حق این را داری که چیزهای مهم زندگی کردن را به دست می آوری. این به این معنی است که جای بود و باش، غذا، لباس، ادویه‌جات طبی و همچنان جیب خرچی به دست می آوری. مکتب و کار هر دویش در آلمان بسیار مهم است. در طول روز همه مصروف هستند. همزمان فرق بین زن و مرد نیست. طور مثال فامیل های وجود دارد که شوهرشان محافظت اولادها را می کنند و خانم کار می کند. لسان آلمانی آسان نیست و فهمیدن بسیار قوانین مشکل است. برای یک آینده خوب و درخشان در آلمان خیلی مهم است
که آلمانی را یاد بگیری. معلومات بگیری درباره امکانات یاد گرفتن لسان در شهرت. مهمترین قدم برای به دست آوردن یک وظیفه خوب انتها و فرجام مکتب است. با فرجام مکتب امکانات شروع یک دوره کارآموزی و یک آموختن شاغل همراه یک فرجام مکتب می توانید در دانشگاه تحصیل کنی. برای این منظور باید زیاد بیاموزی، نتیجه و نوت خوب بگیری. با وقت معین رسیدن قوانین و قرار ملاقات در مکتب، در دانشگاه و در جای کار بسیار مهم است. بسیاری آلمان ها در شروع آرام و جدی به نظر می آیند. لیکن از این نگاه نگران نباش و نترس. وقتی که با ایشان بهتر معرفی شدی، هستند اکثر آلمان ها مهربان و کمک کننده.